تو این ویدیو قراره با یکی از استراتژی فوق‌العاده دستیار ترید استارشیپ آشنا بشی. دستیار ترید استارشیپ چیه؟ یک دستیار ترید مبتنی بر هوش مصنوعیه که کل بازار فارکس و کریپتو رو بررسی می‌کنه. می‌خوایم کل موقعیتایی که روی طلا توی هفته گذشته داشته رو با هم دیگه روی یکی از استراتژیاش که یک استراتژی فوق‌العاده است که کار یک فاینال سیگنال برای شما میکنه. یعنی شما چشم بسته میتونی طبق این استراتژی عمل کنی و وقتی ببینی موقعیت ها رو باورتون نمیشه. پس با من توی این ویدیو همراه باش که کامل میخوام بررسیش کنم طی از روز دوشنبه تا جمعه رو و تو تایم فریم 1 دقیقه و ببینید چه موقعیت هایی پیدا میکنید، چقدر تمیز، چقدر راحت و چقدر خوشگل میتونی شما از این دستیار ترید استفاده کنی. شاید باورت نشه ولی حتی رایگان هم میتونی از این دستیار ترید استفاده کنی. پس با من تا آخر این ویدیو همراه باش و حتما لایک و سابسکرایب یاد نره بکنین ویدیو رو، چون این ویدیو فوق العاده است. کلا هر چی از ترید میدونی رو بذارش کنار، این ویدیو رو ببین و بعدش هر سوالی داشتی از من تو کامنت ها بپرس، حتما راهنماییت میکنم. خیلی قراره هیجان زده بشی، پس با من همراه باش. رو داشته و نگاه کنید چقدر TPاش بیشتره با ریسک به ریوارد 2. یعنی یه استراتژی فوق العاده سودده که روی نماد طلا بررسی شده و میخوایم دونه به دونه با هم دیگه بررسی کنیم و بهتون نشون بدم که آقا اصلا این استراتژی چجوری کار میکنه، چجوری آلارمش میاد، کجا باید وارد شیم، کجا استاپو بذاریم، کجا در واقع حد سود رو قرار بدیم و به چه شکل هستش. خب من اومدم دوشنبه، یعنی اولین در واقع روز هفته کاری، روزی که مارکت‌ها باز میشن و تایم فریم 1 دقیقه، همین موقعیت تایم فریم 1 دقیقه است و اصلا نترسین از تایم فریم 1 دقیقه. شما میتونید توی این تایم فریم به زیبایی، واقعا میتونم بهتون بگم به زیبایی ترید کنید. روی چی؟ طلا. رو هر نمادی شما میتونید آلارم بزنید. شما شاید روی یورو ترید میکنید، روی بیت کوین ترید میکنید، روی اتریوم ترید میکنید، روش میتونید آلارم بزنید. این استراتژی و این استراتژی روی همین نمادها در واقع میشه گفتش که عملکرد یکسانی داره و عملکرد خوبی داره، عملکرد فوق العاده خوبی داره. خب بریم ما هم دیگه شروع کنیم. ببینید اینجا استراتژی پرایم ریورس روی طلا برای من شروع طلا آلارم گذاشتم، برای من روی طلا در واقع آلارم ها اومده. خب تو یه دقیقه آلارم رو فرستاده و اینجا چارت رو هم ارسال میکنه. حالا این چارتی که برای ما فرستاده رو کندل چنده؟ 10 و 27 دقیقه. 10 و 27 دقیقه صبح برای ما آلارم اومد. اینجا من خودم دستی وارد در واقع اینجا باز کردم چارتو، دوشنبه اومدم و 9 فوریه 10 و 27 دقیقه دقیقا این کندل بوده. من از همون کلوز کندل اومدم در واقع حد ضرر حد سودو قرار دادم. استاپو شما کجا میذاریم؟ وقتی که موقعیت سله، خب وقتی که موقعیت سل یعنی موقعیت قرمز، موقعیت سل هستم، پرایم ریورس قرمز برای ما فرستاده، شما استاپو میذاریم بالاترین سقفی که نزدیک اینجا این بالاترین سقف بمونه، درسته؟ خب بذار من اینو اینجوری هم مشخص، این بالاترین سقف دیگه، درسته؟ ما استاپو میذاریم برابر با اینجا، یه ذره بالاتر و اندازه ریسک به ریوارد 2 از معامله شما خارج میشه. حالا ریسک به ریوارد 2 میشده اینجا. استراتژی تا 2.73 به ما در واقع چی داده؟ به ما حد سودش رو داده. ولی ما همه استراتژی ها رو همه موقعیت این استراتژی تا ریسک به ریوارد 2 ازش میخوایم و خارج میشیم. تمام. منتظر موقعیت بعدی میمونیم. شما میبینید اینجا تا 2.67 یعنی به شما ریوارد 2.61 و حالا 67 هرچی رو توی چند دقیقه داده؟ توی 19 تا کندل داده به شما. یعنی حدودا تو 19 دقیقه 20 دقیقه شما تونستید همچین ریواردی رو از این استراتژی بگیریم و این فوق العاده است. پس این شد استراتژی اول. استاپمون شو کجا؟ بالاترین سقفی که داریم که این سقف تا یه جای مطمئن. ببینید این استراتژی میاد بررسی میکنه که قیمت کجا میخواد برگرده، یعنی قیمت داره یواش یواش میره بالا تو حالت نزولی و دیگه نشونه‌های برگشت رو به هوش مصنوعی استارشیپ اعلام میکنه. کلی فاکتور رو با هم دیگه بررسی میکنه و به محض اینکه به یک موقعیت مطمئن برسه برای شما آلارمش رو اینجا ارسال میکنه. خب بریم موقعیت بعدی. بعد اومده ساعت 11:24 گفته آقا طلا رو بخر. پرایم ریورس سبز به ما داده، یعنی موقعیت سعودی بوده. اینجا هم چارتش رو فرستاده. نگاه کنید کندل چند؟ 11:24. آقا بریم ببینیم چی شده. کندل 11:24 میشده اینجا. اوکی، شما از اینجا میخریدید، استاپو کجا میذاشین؟ حالا می پایین ترین کف استاپتون رو قرار میدید، یعنی میشده اینجا. اوکی، من الان مشخص کردم. حالا با یک خط در واقع یکی از خطای ترن لاین من اینجوری بکشم اینجا میشده.
دقیقا همینجا که استاپ قرار شد و به اندازه ریوارد 2. حالا اینجا تا ریوارد 5 رفته حدودا، من ریوارد 2 رو بخوام قرار بدم میشه کجا؟ میشه اینجا. به همین زودی، یعنی در عرض میشه گفت حدودا 10 تا کندل به شما ریسک ریوارد 2 رو داده. فوق العاده است. فوق العاده نیست؟ واقعا هست. خب بریم موقعیت بعدی. میخوام همه موقعیت‌ها بررسی کنم و سریعتر بریم جلو. خب موقعیت بعدی می 12 و 34 گفته آقا پرایم ریورس نزولی. اینجا هم دوباره شارتشو فرستاده 12 و 34 دقیقه. 12 34 دقیقه دقیقاً میشده اینجا. از همین جایی که من موقعیت رو قرار دادم و ببینید تا ریوارد حدودا 4 ریخته و شما دوباره بالاترین سقفتون کجا میشده؟ بالاترین سقف میشده اینجا. من دوباره مثال بزنم که شما متوجه بشید این بالاترین سقفمون بوده همینجا. شما اینو بالا این قرار میدین یا میتونستیم حتی بالا این سقف هم قرار بدیم، فرقی نداره. شما اگه بالا اینم قرار میدین ریوارد 5 رو بهتون داده. حالا من میگم آقا شما به صورت یک ریسک به ریوارد مشخص شما همیشه تا ریوارد 2 رو بگیریم. اوکی پرید، من دوباره برگردم 9 فوریه. شما همیشه تا ریوارد 2 رو بگیریم. خب پس تا الان 3 تا تیپی پشت سر هم با ریوارد 2. یعنی شما اگه ریسکتون 2% باشه، اگه پراپ مثلا کار میکنید، 3 تا 2% چقدر میشه؟ میشه 6%. درسته؟ یعنی با ریسک به 2% اگه حد ضررتون 2% باشه، اگه حد ضررتون 2% باشه، شما با 2 تا معامله پاسش میکنید. چرا؟ چون تیپیتون میشه 4%. حالا اینجا شما 3 تا تیپی پشت سر هم گرفتین، یعنی 12% در واقع روی حساب تونستیم بگیریم. خب میریم بعدی 13 و 34. این موقعیت اینجا شارتش رو هم فرستاده. ببینیم 13 و 34 چی شده. 13 و 34 در واقع اینجا بوده که اگه شما وارد معامله میشدیم این معامله استاپ میشد. اوکی اشکال نداره، ما 3 تا تیپی پشت سر هم گرفتیم، یه دونه استاپ هم فدای سرتون. و تیپی هایی که با ریسک به ریوارد حداقل 2 ارزش کار اینجا مشخص میشه. وین ریت که مهم نیست. خیلی میگن آقا وین ریت چند است؟ وین ریت رو بذارید کنار، ریسک به ریوارد رو شما در نظر بگیریم. مهم اینجاست. خب موقعیت بعدی چی بوده؟ 16 12 دقیقه براتون اینجا فرستاده. ببینیم چی شده. بله اینجا 16 و 12 دقیقه فکر کنم استاپ میشده. خب اینم یه استاپ بعدی بوده. ببینید ما داریم به صورت کاملا شفاف بررسی میکنیم. این موقعیت هم در ادامه همون موقعیت بوده، یعنی شما دیگه دوباره نباید وارد شین. حالا 16 و 47 دوباره آلارم فرستاده و گفته بازم 3. این 16 و 47 میشده و این ریسک ریوارد 2 رو به شما میداده. استاپمون رو بالای سقف میذاریم. سقفمون میشده اینجا میشده استاپ و اینم ریوارد 2 توی حدوداً 20 توی چند تا کندل، توی حدوداً 20 تا کندل به شما در واقع تیپی رو میداده. اوکی خب بریم موقعیت بعدی رو مشخص بررسی کنیم. 16 و 47 در ادامه هم موقعیت بوده، کاری باش نداریم. 16 و 43 17 و 43 دقیقه. 17 و 43 رو بخوام اگه بررسیش کنم میشده اینجا که خب در ادامه هم موقعیت بوده، ولی حالا ما بازم اینو استاپ در نظر میگیریمش. اوکی ببین من اینجا تک به تک مشخص کردم موقعیت ها رو که استاپ شده، تیپی شده، چی شده و این موقعیت رو الان اگه من بیام پایین ببینید 17 و 43 رو من استاپ در نظر گرفتم. اوکی خب بریم موقعیت بعدی، اشکالی نداره. خب الان به یک موقعیتی رسیدیم که این موقعیت ها شما نباید وارشین. ببینید بعضی وقتا قیمت داره خیلی شدید میره بالا. اینجا رو ببینید، میبینید این گپای سبز و وقتی قیمت داره اینجوری میره بالا شما وارد معامله نشین. اوکی حتی اگه واسهتون آلارم بیاد. پس ببینید اگه قیمت داره خیلی شدید میره بالا شما هیچ وقت وارد معامله نشین، هرچند که خود هوش مصنوعی استارشیپ اونقدر هوشمند هستش که این موقعیت‌ها رو نمیفرسته، ولی بعضی وقتا هوش مصنوعی دیگه به هر حال اون هم اشتباهات خودش رو داره و شما باید این موقعیت‌ها رو وارد نشین. اوکی اینجا چرا؟ چون خیلی شدید داره قیمت میره بالا و شما وارد نمیشین. اینم از خب میریم جلو. 18 و 32 دقیقه هم در امتداد همون بوده و دیگه موقعیت های روز دوشنبه ما تموم شد. میریم روز سه‌شنبه. روز سه‌شنبه رو با 6 و 3 دقیقه شروع میکنیم. میریم 6 و 3 دقیقه روز سه‌شنبه و دقیقا این موقعیت بود. ببینید دوباره ریوارد 2 رو به ما داده. خیلی راحت هم داده. درسته؟
اینجا شما وارد میشدین، دوباره استاپتون رو اینجا باید قرار بدین و اندازه ریوارد 2 از معامله خارج میشه. اینم در ادامه همون موقعیت بوده دیگه. شما این موقعیت ها رو وارد نمیشین دیگه، شما تو معامله هستین انگار. وقتی موقعیت وارد میشین همینجوری آلارمش رو میفرسته واسهتون. خب موقعیت بعدی چیه؟ موقعیت جدید بعدی 9 و 1 دقیقه بوده روی طلا پرایم ریورس سعودی. آقا بریم ببینیم که این چی شده. به چه زیبایی به شما ریوارد 2 رو داده. این ریوارد خیلی بیشتر رو داده، 2.7 داده، ولی شما ریوارد 2 رو تا همینجا میتونستین بگیریم و تمام. توی حدودا 15 16 تا کندل تو 15 16 دقیقه شما میتونستین ریوارد 2 رو بگیریم. اوکی. و استاپو کجا میذاشین دیگه؟ من فکر کنم دیگه تا الان متوجه استاپ از زیر این موقعیت میذاشین. اینجا استاپو میذاشین و اندازه ریوارد 2 از معامله خارج میشدین. موقعیت بعدی 11 و 59 دقیقه بوده. بریم ببینیم. 11 و 59 دقیقه اگه وارد میشدین استاپ میخوردین، اصلا اشکال نداره. و 12 و 20 دقیقه هم دوباره در امتداد همون موقعیت بوده. 12 و 25 دقیقه تا برسیم به موقعیت بعدی که میشده 14 و 23 دقیقه. 14 و 23 رو ببینیم اینجا بود. بازم تی پی، یعنی شما داریم با ریوارد 2 تی پی میزنید و حتی میبینید که بیشتر از ریوارد 2 هم ریخته. درسته؟ و این فوق العاده است. شما ببینید چقدر قشنگ دارین در واقع. شما نه پشت چارت نشستین، نه تحلیل کردین، نه اصلا نیاز تحلیل بدونید، فقط در همین حد که بدونید آقا استاپ و تی پی رو کجا بذارین. که من بهتون گفتم دیگه، آقا استاپ رو بالای این سقف میذارین و تی پی رو اندازه ریوارد 2 تا اون قرار میدین و اینقدر زیبا میتونید شما به سود برسین، به تی پی برسین. من میام پایین دیگه. بقیه موقعیت ها هم به همین شکله بررسی کردنش. ببین من اینجا همه رو بررسی کردم. اوکی. و نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما نگاه کنید اصلا ما تو حالت بدبینانه 2 تا استاپ پشت هم داریم، اینجا 3 تا استاپ پشت هم داریم. اوکی. اینجا شما ببین دوباره 2 تا تی پی پشت سر هم، یه دونه استاپ، یه دونه تی پی. اینجا رو نگاه کنید، شاهکار قضیه اینجاست. 1 2 3 4 5 6 تا تی پی، 7 تا تی پی پشت سر هم، 7 تا حد سود پشت سر هم. خب اگه پرافرم هم شما شرکت کرده باشی، مرحله 1 مرحله 2 کامل شسته میشه میره. اوکی. 7 تا تی پی پشت سر هم و این در نهایت کارمونه. و میخوام بهتون بگم که این وین ریتش چجوریه دیگه، خودتون حساب کنید. فکر کنم وین ریتش میشه 70-80% با ریسک به ریوارد 2 توی هفته‌ای که گذشت و این فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. و شما میتونید به صورت رفرالی از استارشیپ استفاده کنید. میتونید با لینک ما داخل بروکر لایت فایننس و یا ست صرافی ال بانک، بیتونیکس و توبیت ثبت نام کنید و حسابتون از پلنی که میخواین شارژ کنید. ما 4 تا پلن داریم از برنز تا پرایم و همچنین میتونید از همه این کانال ها استفاده کنید. و اینکه از استراتژی فوق العاده پرایم ریورس هم نهایت بهره رو ببریم. و اگر شما پرافرم کار میکنید یا داخل بروکر نمیخواین ثبت نام کنید، میتونید به صورت تتری اشتراک رو تهیه کنید که اگر این ویدیو رو تا آخر دیدی به بنده پیام بدین تا یک کد تخفیف 40% هم براتون بفرستم، چون به زودی ما یک جشنواره 40% هم خواهیم داشت. پس هر سوالی داخل کامنت ها بنویسید. داخل کامنت همین ویدیو حتما راهنماییتون میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. واقعا بخوام همین به این موقعیت ها رو بررسی کنم خیلی تکراری میشه و میدونم که از حوصله شما خارجه ولی با هم دیگه دیدیم که چقدر واقعا زیبا بود این استراتژی پرایم ریورس و چقدر قدرتمنده. حاصل چند سال کار تحقیق و کد زدن هستش و به این سادگی ها نبینینش. حالا چون یه تیم ایرانی این کار انجام داده فکر نکنید که کار در واقع خیلی ساده یا کار کم ارزشی بوده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین. امیدوارم که هر جا که هستین تنتون سلامت و معاملات پرسودی رو داشته باشین.